عزیز خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. استاد من تعجب می‌کنم شما سال 2024 با ماهواره و تلویزیون نشستید به مردم دارید میگید موسیقی حرام است. چه ربطی داره؟ یعنی مثلا الان چون سال 2024 است و ماهواره است و تلویزیون هست، بعد یعنی محرمات الهی رو باید ما حلال بکنیم؟ موسیقی رو شما محرم الهی شخصا اعلام فرمودید. کجای قرآن اومده موسیقی حرامه؟ به من میشه نشون بدید؟ والله در قرآن کریم ما مفصل در این مورد بحث داشتیم. شما برگردید به برنامه قبلی من روز سه‌شنبه آن روی سکه. من نشون بدید من برم بخونم که نوشته موسیقی حرام است. والا آیات زیادی در قرآن کریم وجود داره. میخواید که من الان یعنی برگردم دوباره به این بحث؟ استاد انصاری عزیز این حرف برخلاف فطرت انسانه. فطرت انسان دوست عزیز، بله الحمدلله من موسیقی گوش نمیدم. بله الحمدلله امروز خیلی مسلمان است. شما ببینید برادر عزیز، شما همه دنیا رو بر اساس مثلا خانواده خودتون، محیط خودتون، کشور خودتون نسنجید. حالا مثلا در ایرانی که شما زندگی میکنید کدوم جنبه ای از زندگی مردم مطابق قرآن و سنت پیامبر است که حالا مثلا قضیه موسیقیش باشه؟ شما آقای انصاری درباره موسیقی مشخصا من سوال کردم. شما اینو به من بگید از کجای قرآن آوردید که موسیقی حرام است؟ این برخلاف فطرت انسانه. کدوم فطرت؟ فطرت رو کی ساخته؟ نشستی سال 2024 تلویزیون داری به خانواده‌ها میگی موسیقی حرام است. بله حرام است. خدا گفته حرام است. برادر عزیز یک لحظه سوره اعراف یادداشت کنید، برید مطالعه بکنید، هفته آینده زنگ بزنید مناقشه میکنیم. سوره اعراف آیه 33. میشه شما برای من ترجمه‌شو بفرمایید؟ نه وقت ندارم. سوره اعراف آیه 33 یادداشت کنید. یک لحظه من وقت ببینید برادر عزیز یک لحظه دوست عزیز، شما قرآن بلدی؟ من فارسی بلدم بخونم. خب ببینید من الان خدمت شما عرض میکنم، شما یادداشت بفرمایید. سوره اعراف آیه 33، سوره نحل آیه 116 و 117، سوره بقره آیه 168 و 169. همه مفسران اهل سنت، ما داریم در مورد اهل سنت صحبت میکنیم، همه مفسران اهل سنت گفتند که بر اساس احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات دلیل بر حرمت موسیقی است. حدیث ها رو که من الان ذکر کردم، احادیثی که ما قبول داریم، نه حدیث ها هیچ برای شما. یک لحظه دوست عزیز یک لحظه من الان 12 تا حدیث خوندم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که موسیقی حرام است. شما احادیث بله با فطرت شیطان جور در نمیاد، با فطرت شیطانی جور در نمیاد، اما با فطرت انسانی جور در میاد. برادر عزیز یک لحظه من از شما یک سوال میپرسم. آیا حضرت علی موسیقی گوش میداد؟ حضرت علی موسیقی گوش میداد؟ الان شما یه نکته فرمودید، گفتید شیطانی و انسانی. من یه سوالی از شما بپرسم. بله. شما چند تا موسیقیدان و آدمایی که تو موزیکن دیدین سر ببرن و انتحاری بکنن و جنایت بکنن و زنان رو تو خونه حبس بکنن؟ چند تا؟ والله استالین. یک لحظه الان بهت میگم یک لحظه دوست عزیز آقای محترم گوش کن. سوال کردی مثل بچه آدم گوش کن. برادر عزیز، بیننده گرامی، انسان شما انسانید. گوش کن آخه از برای خدا. یعنی شما چطور انسانیت دارید که حرف تو میزنی، من که دارم صحبت میکنم این انسانیتی که به شما یاد داده؟ انسانیتی که شما میگی گوش کن الان. یک لحظه آقای محترم شما اخلاق داری، اخلاق انسانی، اخلاق اسلامی که نداری. اگر اخلاق انسانی داری گوش کن. سوال کردی من جواب بدم. یک لحظه گوش کن. استالین موسیقی گوش میکرد 80 میلیون انسان رو کشت. هیتلر موسیقی گوش میکرد
صد و چند میلیون انسان رو کشت. اینا مسلمان بودن؟ اینا داعشی بودن؟ آقای محترم، این حرفایی که میزنی خودت الان آمریکا، یک لحظه تعداد کسانی که سر میبرن انکاری میکنن، چرا انکار؟ آقای محترم چند نفر رو سر بریدن؟ حالا اینا بعد ما که با 10 برنامه در مورد داعش صحبت کردیم، شما چرا خلط بین موضوع میکنید؟ الان مرکز هالیوود در آمریکاست، مرکزش بزرگترین شرکت های موسیقی در آمریکاست. آمریکا در ویتنام چند میلیون نفر رو کشت، آمریکا در افغانستان چند میلیون نفر رو کشت، آمریکا در عراق چند میلیون نفر رو کشت، آمریکا در سوریه چند میلیون انسان رو کشت. این آمریکا، بله به خاطر همین موسیقیه، بله چون این فطرت شیطانه. شما خجالت بکش دوست عزیز. بله الان آقای محترم بیشترین ببین شما به خاطر یک حرف اجازه نمیدم صداتم میبندم، گوش کن بچه‌ها، مثل بچه‌ها آدم گوش کن. شما وقتی که میگید که شما داعشیا که میگید موسیقی حرام است سر میبرن، کدام کسی که موسیقی شنیده سر بریده؟ حالا من بهت میگم بیشترین تجاوز جنسی در آمریکایی میشه که در کوچه خیابانش موسیقی است. بیشترین آدمکشی در نیویورک است که مردمش موسیقی گوش میکنن. اگر این من دارم بر اساس منطق شما جواب میدم. شما که من صدات پایینه، هر چقدر دوست داری داد بزن، چون حرف گوش نمی کنی باید صداتو بیارم پایین، گوش کن که من چی میگم، بعد از اون فرصت میدم جواب بده. این ادب و اخلاق رو داشته باش. اوکی؟ الان صداتو میارم، گوش کن. الان من بر اساس منطق جناب عالی دارم جواب میدم. در کشورهایی که موسیقی در کوچه و بازار مراکزش به اصطلاح مؤسساتی که موسیقی رو انتاج میکنن، در اونجا کنسرت میدن، بیشترین خواننده رو دارن، خواننده های پرآوازه دنیا رو دارن، بیشترین جنایت ها در این کشورها صورت میگیره. مگر شما نشیدی که خلبانی که بم میریخ بالای مردم افغانستان خودش میاد اعتراف میاد که من در اثنایی که داشتم بمباران میکردم داشتم موسیقی گوش میدادم؟ این همه موسیقی رو انتاج میکنن، گوش میکنن. اگر این موسیقی اینا رو آدم میکرد، اینا رو انسان میکرد، در 100 سال اخیر فقط همین آمریکا سبب کشته شدن چند صد میلیون انسان در کره زمین شده. یعنی این چه منطقی است که شما دارید؟ من دارم بر اساس منطق بی منطقی شما دارم بهت پاسخ میدم. متوجه هستی؟ شما وقتی که تو میگی که مثلا آینایی که موسیقی رو حرام میدونن میان سر میبرن، چه ربطی داره؟ داعش هم مثلا موسیقی رو حرام میدونه، اهل سنت هم موسیقی رو حرام میدونن. پس شما شیعه‌ای که موسیقی رو حلال میدونی، پس تو هم مثل آمریکایی‌ها هستی، مثل روس‌ها هستی، مثل کمونیست‌های چین هستی، مثل کمونیست‌های اتحاد جماهیر شوروی هستی که میلیون‌ها انسان رو با موسیقی کشتن. در اثنای کشتار انسان‌ها موسیقی پخش میکنن. پس با ادب و اخلاق با منطق صحبت بکن که با ادب و با اخلاق و با منطق باید صحبت بکنم. اگر بخوای از جاده انسانیت خارج بشی، من همون شکلی که صحبت میکنی همون شکل بهت پاسخ خواهم داد. من یک سوال از شما پرسیدم، شما شیعه هستید؟ الان شما حرف زدی، من میخوام من جواب سوال من رو بده، جواب سوال من رو بده بعد حرف بزن. شیعه هستید؟ امیرالمومنین هستم. یک روایت بیار که امیرالمومنین موسیقی گوش میداده. آقای انصاری، اولا بذار من جواب حرفایی که دادی رو نه جواب سوال من رو بده. نه جواب سوال من رو نه الان جواب سوال من رو بده بعدن صحبت بکن. جواب سوال من رو بده. یک روایت که حضرت علی موسیقی گوش میداده. من دوباره صداتو میارم پایین. جواب سوال من رو ندی اجازه نمیدم صحبت بکنی. جواب سوال من رو بده. بفرم. صدات پایین است، هیچ کس نمیشنوه. داد نزن، سر صدا نکن. میخوای سوال من رو جواب بده، بعد از اون در مورد آمریکا و اسرائیل هم صحبت بکن. الان یک روایت بیار که حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمه، حضرت امام صادق، حضرت امام کاظم، امام تقی نقی، اون که رفته تو جای جمکران، یکی از اینا موسیقی گوش میده. آیا امام زمان الان موسیقی گوش میده در جای جمکران؟ یک روایت از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیار که یکی از اهل بیت موسیقی گوش میداده. 1 2 3 بفرمایید.
جواب ندادی قطعت شما یه میکنم. روایت بیار حضرت محمد کراوات میزده جلو تلویزیون مینشسته. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ من میگم پیامبر میگه موسیقی حرامه. پیامبر میگه موسیقی حرامه. لباس چه ربطی به موسیقی داشته؟ حالا اجازه میدی من جواب بدم یا نه، چون که شما از جواب فرار کردی من صداتو قطع میکنم. کسی که از جواب فرار بکنه نمیذارم صحبت بکنه.